آره یه حرفی دارم میخوام اونجا بگم. بیا دارم. میگم من فاتحه رو میفرستم. اومدم همین الان رسیدم دیگه. تا قبل خاک داره روش، خیلی خاک داره. اومدم به همین خاک که روش نشسته قسم بدم، دیدم ارزش نداره. بعد یه چیزی میخوام بگم، اون قسمه که الان قسم نمیدم چون ارزشی نداره، خودش شاهد اخلاق منه. اینجا قبر عزیزترین کس زندگیمه، مادرمه. به والله وقتی که از زندگیت میره، نه بودن کسی مهمه، نه موندن کسی مهمه، نه اومدن کسی مهمه، نه رفتن کسی مهمه. اونی که از دست داده میفهمه. میگم نه، بعد از رفتنش دیگه هیچی براش مهم نیست. خدا